دوستان سلام. خوب و خوش سلامت هستی؟ الحمدلله الحمدلله. آقا ظاهرا این گیجی علی گدا بعد از سیلی خوردن از معلما به باقی نوچه هاشم سرایت کرده. خرچنگ ولایت به جای اینکه بیاد تو جمعه بازار رو از قیاف کج و کله خامنه اونم بعد از تظاهرات معلما بگه، رفت تو خط نسخه پیچی برای تیم مذاکره کننده. و به تعبیر امام راحل عظیم الشأن ملت بزرگ ایران دندانهای امریکا رو در دهانش خرد خواهد کرد. مذاکره کنندگان عزیز ما که فرزندان این ملت هستند این جمله را از مقام معظم رهبری توجه داشته باشند که عظمت و هیبت ملت ایران رو حفظ کنند. اگر در مذاکرات ذره چاشنی تهدید دیدن، مجلس مذاکره را به هم بزنند که غیر قانونی است. نه بابا، اگه ذره تهدید دیدن مجلس مذاکره رو به هم بزنن؟ مطمئنی؟ یعنی حتی یه ذره؟ یعنی داری این نسخه رو واسه آینده میپیچی که حواس مذاکره کننده ها جمع باشه؟ اگه اینطوره پس این حرف چپندر قیچی چیه گفتی؟ این فرعون زمان با هر کشوری که چپ میکنه بلافاصله تهدید از تحریم اقتصادی گرفته تا تهدیدهای دیگر. و این یکی دو روز وزیر خارجه امریکا و معاون رئیس جمهور امریکا گفته است که در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای گزینه نظامی علیه ایران روی میز هست. رفقا دیدید؟ سوتی خرچنگی رو دیدید؟ خودش به تیم مذاکره کننده گفت اگه ذره چاشنی تهدید دیدید مجلس مذاکره رو به هم بزنید. بعد خودش تو همین سخنرانی میگه وزیر خارجه آمریکا گفته گزینه نظامی روی میزه. خب این تهدید نیست؟ نوازشه ها؟ اگه تهدیده پس چرا مذاکره رو به هم نزدی؟ حرفت چیه خورخور پشمالو؟ ما کاری هم به بازی های اوباما و کنگره و سنای امریکا نداریم. اونا هر غلطی میتوانند بکنند. مهم این است که این ملت راه خود را یافته است، استوار ثابت قدم در این مسیر خواهد ایستاد. اولا دوره این فیگورا و ادعای دوغکی تموم شده. ثانیا مگه زبون ولی فقیه تو موش خورده که الان تو شدی سخنگوش؟ چرا خودش به تیم مذاکره نگفت که مجلس رو به هم بزنن؟ تو این وسط سر پیازی یا ته پیاز؟ خب آقا وضعیت تو گل مونده هسته‌ای عظما دستم اومد. حالا بگو ببینم از سیلی‌های منطقه‌ای چه خبر؟ شنیدم تو یمن کفگرگی جدیدی خوردید نوش جان. اما در رابطه با مسئله یمن اینجا چند نکته مهم هست. نکته اول این است که مردم یمن یک خواسته معقول و مشروع دنیا پسند دارن. میگن ما میخواهیم بر سرنوشت خودمون مسلط باشیم. آها حالا شد. این فقط خواسته معقول و مشروع مردم یمن نیست، خواسته همه مردم منطقه است. میگن آقا آخون نمیخوایم، میخوایم مملکتمون دست خودمون باشه. همه دنیا هم اومدن پشتشون. افتاد سازمانهای بین المللی متاسفانه در این عرصه هم امتحان ننگینی دادن. شورای امنیت به جای اینکه از مظلومین حمایت کنه از ظالمین حمایت کرد و بستر تجاوزات دولت جبار سعودی را فراهم کرد. بشریت باید از این سازمانها قطع امید کنه، طرح نو در اندازد، از این عروسک های کوکی
عروسک های کوکی استکبار دیگر کاری ساخته نیست. نکته بعدی مسئله موضع برخی از دول به نام اسلامی است. متاسفانه لکه ننگ برای اسلام شدند. بعضی هاشون شریک جنایت شدند، بعضی هاشون هم با سکوتشون در حقیقت حمایت کردند از رفتار رژیم سعودی. من به اینها میگم اینا تاریخ در حافظش ضبط میکنه. تردید نکنید روزی مهر و داغ خائن بر پیشانی شما زد، آنچنان که همین امروز بشریت، انسانهای منصف این داغ خائن الحرمین شریفین را به پیشانی سعودی ها زدند. آل سعود به یاری خداوند آل سقوطند. بسه بابا بسه، کل کره زمین و مالوندی رفت که نمیگی این همه اعتراف به انزوا برای نظام پا در هوای ولایت ضرر داره؟ نمیگی بسیجی ها کف میکنن یه گوشه دراز به دراز میفتن؟ آخه این که نشد که از اون طرف سازمان های بین المللی، از اون یکی طرف شورای امنیت، از این طرف دولت های اسلامی. کی برای نظام ولایت موند؟ داغون کردی که بابا تو. گیجیه بعد از سیلی خوردن از معلما همین عوارض رو هم داره. حالا بعد از مشتی که جوانای ماهاباد پای چشم ولایت گذاشتن باید منتظر گیجی های بیشتر بود. دم همه جوانای با غیرت کردم گرم.